این افکار و احساسات شما هستند که زندگیتان را می‌آفرینند. بدون شک تا به امروز همچنین بوده است. قانون جذب هم مانند قانون جاذبه هرگز خطا نمی‌کند. مثلا هیچگاه امکان ندارد که خوک‌ها در آسمان پرواز کنند و دلیل پرواز آنها هم این باشد که قانون جاذبه به اشتباه بر روی خوک‌ها اعمال نشده است. قانون جذب نیز همین گونه هست و استثنایی ندارد و بسیار دقیق عمل می‌کند. اگر چیزی وارد زندگی شما شده خودتان آن را جذب کرده اید، به وسیله افکارتان انجام شده است. شاید درک این مسئله کمی مشکل به نظر برسد، اما اگر آن را بپذیرید نتایج شگفت‌انگیزی مشاهده خواهید کرد. یعنی هر اندیشه‌ای که در زندگی شما آماده به کار شده است، با تغییر آگاهی شما متوقف می‌شود. شما قدرت و توانایی تغییر هر چیزی در زندگی را دارید، زیرا افکارتان را انتخاب و عواطفتان را احساس می‌کنید. موضوع حائز اهمیت داشتن احساس خوب و خوشایند است، زیرا احساس خوب و خوشایند به صورت علائمی به عالم هستی فرستاده می‌شود. احساس خوب بیشتری را به سوی شما جذب می‌کند. بدین ترتیب هر اندازه که حال و هوای شما بهتر باشد، موضوعات بیشتری را که باعث ایجاد حس خوب در شما می شود جذب خواهید کرد. باب پراکتور: آیا می دانید هنگامی که احساس بدی دارید به سرعت می توانید آن را تغییر دهید و به احساسی خوشایند تبدیل کنید؟ یک قطعه موسیقی گوش کنید، با خودتان آوازی بخوانید. مطمئن باشید که این عمل روحیه شما را تغییر خواهد داد. به چیزهای زیبا فکر کنید، مثلا به کودک یا کسی که او را دوست دارید. بیاندیشید و روی آن تمرکز کنید و از ورود هر فکر دیگری به ذهنتان جلوگیری کنید. مطمئناً با این کار احساس خوبی به شما دست خواهد داد. نظر من این است که فهرستی از موضوعاتی که روحیه شما را تغییر می‌دهد تهیه کرده و آنها را در دسترس قرار دهید. منظور من عواملی که به سرعت روحیه شما را متحول می‌کنند، از جمله خاطرات خوش، وقایع آینده، موضوعات خنده‌دار، شخصی که به او علاقه دارید و یا موسیقی دلخواهتان. لذا هر زمان که احساس خوبی نداشتید، به لیستی که تهیه کرده اید مراجعه کنید و هر بار توجهتان را به یکی از آنها معطوف کنید. در هر زمان موضوعات متفاوتی بر روحیه شما تأثیر می‌گذارند و حال شما را دگرگون می‌کنند. در صورتی که یکی از موارد لیست بر شما تأثیر نگذاشت، به مورد دیگر مراجعه کنید. کمتر از 2 دقیقه کافی است تا فرکانسی که شما به جهان هستی می‌فرستید تغییر کند و روحیه شما را تغییر دهد. جیمز ری: عشق والاترین احساس. اصول احساس خوب در رابطه با حیوانات خانگی شما نیز صادق است. حیوانات خارق‌العاده‌اند، زیرا شما را در حالت عاطفی قرار می‌دهند. وقتی شما به حیوان خانگی خود علاقه‌مند می‌شوید، چنین احساسی موهبتی ارزشمند است، چرا که زندگی شما را خوشایند می‌کند. در جهان هستی قدرتی بالاتر از عشق وجود ندارد. عشق بالاترین فرکانسی است که شما می‌توانید آن را به عالم هستی ارسال کنید. اگر می‌توانستید اندیشه‌هایتان را با عشق بیامیزید و هر کس و هر چیزی را دوست داشته باشید، زندگیتان متحول می‌شد. در حقیقت عده‌ای از اندیشمندان بزرگ تاریخ از قانون جذب به عنوان قانون عشق نیز یاد کردند. با کمی دقت به این مطلب دیگر دلیل آن را درک خواهید کرد. اگر با نامهربانی نسبت به کسی بیاندیشید، تجلی آن اندیشه ها را تجربه خواهید کرد. در قسمت‌های قبل نیز به این موضوع که شما به هر آنچه در زندگیتان تجلی می‌یابد اشاره کرده بودیم. بنابراین این افکار تنها به خود شما صدمه وارد می‌کند. مثلا اگر افکار عاشقانه در ذهن بپرورانید، کسی جز خودتان از آن بهره‌مند نخواهد شد. اگر شما با عشق نسبت به دیگران بیاندیشید، قانون جذب با نیروی عظیم و پرقدرت نسبت به افکار شما واکنش نشان می‌دهد، زیرا شما بلندترین فرکانس را به عالم هستی می‌فرستید. هر قدر که احساس عشق در وجود شما بیشتر باشد، قدرتتان بیشتر خواهد شد. قانونی که به اندیشه قدرتی پویا می‌بخشد تا با مسائل ارتباط برقرار کند و بر تجربه‌های ناخوشایند انسان غلبه کند، همان قانون جذب است که می‌توان آن را عشق نیز نامید. این قانون یک اصل اساسی و بنیادین است که به جزء تفکیک ناپذیر هر دین، فلسفه و حتی علم تبدیل شده است.
در واقع این احساس است که باعث نشاط، شادابی و اندیشه می شود. احساس نوعی میل و اشتیاق است که اشتیاق همان عشق است. اندیشه ها سرشار از عشق شکست ناپذیرند. چارلز هارنر. هنگامی که شما بر افکار و احساسات خود تسلط یابید و قادر به درک آنها شوید، متوجه چگونگی آفرینش حقیقت خود می شوید. در واقع آزادی و قدرت شما همینجاست. مارسی شیموف نقل قول جالبی توجهی از آلبرت اینشتین بزرگ مطرح می کند. مهمترین سوالی که هر فرد می تواند از خودش بپرسد این است که آیا جهان هستی رفتار دوستانه‌ای با ما دارد؟ با آگاهی از قانون جذب تنها پاسخ ممکن این است: بله، رفتار عالم هستی دوستانه است. می‌پرسید چرا؟ زیرا وقتی چنین پاسخی بدهید به واسطه قانون جذب حتما آن را تجربه خواهید کرد. آلبرت اینشتین به دلیل آگاهی راز بود که این پاسخ را مطرح کرد. در واقع او با طرح چنین سوالی ما را به اندیشه و انتخاب وامی‌دارد. او با مطرح کردن چنین پرسشی فرصت بی‌نظیری در اختیار ما قرار داد. برای آگاهی بیشتر از مقصود اینشتین می توانید اعلام کنید جهان هستی با شکوه است و تنها موضوعات خوب و مثبت را به من عرضه می کند. در همه کارها مرا پشتیبانی می کند و به سرعت تمام نیروهای مرا برآورده می کند. ایمان داشته باشید که عالم هستی با شما رفتاری دوستانه دارد. جک کنفیلد. از زمانی که از حقیقت راز آگاه شدم، آن را در زندگی به کار بردم. زندگیم به طرز معجزه‌آسایی تحول یافت. تصور می‌کنم زندگی من همان است که دیگران در رویاهایشان آرزوی آن را دارند. در یک قصر 4.5 میلیون دلاری زندگی می‌کنم. همسر بسیار زیبایی دارم که عاشق او هستم. هنگام تعطیلات به بهترین نقاط جهان سفر می‌کنم. کوهنوردی می‌کنم. ناشناخته‌ها را کاوش کردم و به هر جایی که فکر کنید رفتم. تمامی اینها را از آن جهت رخ داده که من از چگونگی آنها از راز آگاه هستم. باب پراکتور. زندگی فوق‌العاده است. باید اینطور باشد و چنانچه شما نیز شروع به استفاده از راز کنید به خارق‌العاده بودن آن پی خواهید برد. زندگی متعلق به شماست و منتظر شماست تا آن را کشف کنید. شاید شما تا به حال تصور می‌کردید که زندگی سخت است و طبق قانون جذب زندگی را همانطور تجربه کرده اید، اما همکنون فریاد سر دهید و بگویید زندگی آسان است، زندگی خوب است و زیبا و تنها خوبی ها به سوی من جذب می شود. حقیقتی در اعماق وجود شما نهفته است و منتظر است تا آن را کشف کنید. حقیقت این است: شما شایستگی داشتن همه خوبی هایی را که زندگی به شما عرضه می کند دارید. شما ذاتاً این حقیقت را می دانید، زیرا در صورت نبودن موارد خوب و خوشایند احساس بدی دارید. دستیابی به تمام چیزهای خوب و خوشایند حق مسلم شماست. در واقع می توان گفت که شما آفریننده خود هستید و قانون جذب ابزار قدرتمند شما برای آفرینش خواسته هایتان می باشد. به زندگی جادویی و با شکوه خودتان خوش آمدید. خلاصه، قانون جذب جزو قوانین طبیعت است و مانند قانون جاذبه بی‌طرف و غیر شخصی است و استثناء هم ندارد. هیچ چیز در زندگی شما تجلی نمی‌یابد مگر اینکه با آن بیاندیشید. برای آگاهی از اینکه چه فکری در ذهنتان دارید، از خودتان بپرسید چه احساسی دارید. احساسات و عواطف ابزار گرانبهایی هستند که می‌توانند شما را از آنچه که در ذهنتان می‌گذرانید آگاه کنند. ممکن است شما احساس بدی داشته باشید و در عین حال به موضوعات خوشایند بیاندیشید. افکار شما فرکانسی که میفرستید به سرعت میگویند که روی چه فرکانسی هستید. وقتی حال خوبی ندارید، موضوعات بد بیشتری را به سوی خود جذب میکنید و وقتی حال خوبی دارید، موضوعات خوشایند را به سوی خود جذب میکنید. فکر کردن به خاطرات خوش، گوش دادن به موسیقی مورد علاقه احساس شما را تغییر میدهد و احساساتتان هم فرکانسی را که شما به عالم هستی میفرستید تغییر میدهد. احساس عشق بلندترین فرکانسی است که میتوان به عالم هستی فرستاد. هرچه عشق بیشتری را احساس کنید، نیروی شما بیشتر میشود.